دوستان قند و شیرینم، تا به حال هرچی پلو جور کردید بانید کنار. یک بار ای پلو ترکاری همراه گوشت ماشین شده را جور کنید که از مزهش سیر نمیشید. جزوی از مزه‌دارترین پلوهای کشورم افغانستان است. 2 دانه پیاز کلان همراه 3 دندان سیر میمانیم رنگش گلابی شود. زردچوبه، تخم گشنیز، مرچ سرخ هم اضافه میکنیم. خوب رنگش سرخ که شد، بعد از اون نیم کیلو گوشت ماشین شده رو اضافه میکنیم. ایرم میمانیم خوب سر و روغن بیایه. بعد از اون 2 قاشق رب اضافه میکنیم. متر، نخود، مرچ دلمه سرخ رنگ، زردک، کلگیش رو 4 کنج ریزه میکنیم. نمک هم از اول اضافه میکنیم. مقداری آب اضافه میکنیم تا نرم شود. برنجی که من استفاده میکنم نامش کارون است که یک عطر خوشایند داره. پیج فروشنده رو میمانم شما هم تهیه کنید. برنج میمانیم که نرم شود، از چلا صاف میکشیم. بعد از او لایه بلایه برنج و قرمه ها رو میریزیم. ما به دم ماندم به مدت 45 دقیقه. سیل کنید چطور مزه‌دار شد. حتما همراه دست نوش جان کنید.